میکنیم مهمون رو. سلام علیکم. اکمل استانایف، شما وعده کرده بودین که مهمونی برنامه بشین، یکی از اکسپرت ها بشین، لیکن کمتر صحبت ما طولانی شد. یک دو بار در آمده برآمدین و نشد. قطعی امروز یکی ایلیم. بله، برای اینکه داخل نشدم راستی منم خودم یک چندین برنامه ها میگذرونم. گویا من مشاهده کردم که در حالت دو آدم سه آدم میشوه و اینش در گپ اینش دخالت میکنه، خلال برای میکنه. همین من یک نفر قبول کرده ایستادم. بله، اگر که منم داخل میشدم حتما در چند گپ یک علم دخالت میکردم، برای که همون گپ را میگوید که مثال گیریم و انسان چیزی گفتنی دارد در همونجا، بازم یک ایلوه میکنه، یک اشاره میکنه در سخن، برای همون خلال میرسونه. حتی که خودی شما هم من تماشا کرده ایستادم نواره، خودی شما هم همون گویم که خواستین که چیزی ایلوه کنین و چیزی گوین، همون گویم که برای همون هم وقتی که انسان تجربه های کار میگیره و خودش درک میکنه، میفهمه که نباید خلال رسانه یا که نباید بد خلال رسانه. برام یک آدم همون طاقت کرده ایستادم تو که اکای علیم شیرزمان بگیم که باز از ما بزرگتر هستن، با از ما بسیارتر دیدگی هستن، با از منطقه بدخشان هستن، یعنی نزدیکتر باز اون منطقه را بگیم که بها داده میتونن. برای همون دیگر نخواستم که خلال رسانم. خیلی تشکر. خوب موضوع خبردار هستید. به فکرم پیش این بار رکلام هم کردین. تشکر میگم. این نظر خود رو بیان مینمویم. اوید موضوع انا فکر نظر خود رو میگفتین به حد خوب میشد. من راستی اوید موضوع فکر نظر ما دو بار گفتم برای مردم و سوم بار میشوه اگر که در برنامه شما گم. پیش از گفتم من واقعا برای همین مردم یک گفتنی دارم که مردمی عزیز، فردا اگر فرزنداتون مردی کار که فردا اگر گوییم که خودتون در غریبی کشته شوین یا که فرزنداتون فردا کشته شوه، گوییم که یا که فردا فرزند است طلب کنه که چرا این روز شید پدر چی بت پیشتر دیگر دولت خوب است که چی وی کرونا میکنید، سوال کنه از پدرشون. برای همونو حاضر من جواب شگفتگی است تیار کردگی هستم، میگم که تو که آینده در پیش فرزنداشون چی گفتنشان ندانسته نشینن. گویا که شبنم سرایو تماشا کردیم، موسیقی گوش کردیم در مسکو، اینترنت تماشا کردیم، فقط انا کینوی بگیم که سریال تماشا کردیم، انا بعد گیم که مردی کاری کردیم. دیگه وقت نبود که یک کانالای حقوقی درویم، وقت نبود که برای ما در همین سال یک بار از اینترنت سرقانون جمهوری تاجیکستان کافته، نه اینکه بدویم در پیش دیگر کسا. یک بار دو بار از همون مشکلی خودمون خوانده دانیم که چی است در همون قانون تاجیکستان. من هم تو زیرا یک بار دو بار خوانده بدیم همین قانون تاجیکستان در همه حالتی که برای دخالت داشت در خودم همون وقتا در اومدم. وقتی شما برنامه برده ایستادین قانون را خوانده استین، من فکر کرده ایستادم در همینجا که یکی از سبباش هست که مردم ما از سحر تا بگوره نمیدونم رقص تماشا میکنن، سرود تماشا میکنن. بعضی کانال را میبینیم میگه همین دودارچه را دستگیری کنین، لایک مونین، پدیلیت کنین، همین دودارچه را ما زویزده کنم. خیلی دودارچه زویزده میشوه، مایلی پدیلیت کنین، لایک مونین. تو چی میشی؟ بعد سوال دارد تا لایک هموندی پدیلیت کردی دودارچه زویزده شد، تو چی میشی؟ مثال گیره این سخن با همون جوانای لایک مون پدیلیت میکردگی و ابونه میشیدگی او که او زویزده میشوه، تو غلام میشی و فرزندی تو هم برگه مردی کار میشوه. او چرا یک چیزی حقوقی تو را دفاع میکنه تو او را بگیم که پدر جود نمیکنی، در اوجا نیست که همه وقت بگیم که از کنستیتوسیون خودت از قانون خودت بخبر نیستی. من روزی اگر که در مسکو برم یا که در دیگر جا اپروس بگذرونم، در حیاتش انسانی هست که یک بار کنستیتوسیون تاجیکستان قانون کشودگی نیست که در همین اینترنت همین سرقانون جمهوری تاجیکستان نویسی میبروید. من همین گفتم پیشتر، همین یک انسان اگر که هم بریم بکوبیم در همین 10 ساله ها که یک تا یا که دو تا آدم یک بار دو بار کشودگی خوندگی همون هم باشه حقوق شناسا.
دیگر سطح عادی همون بگویم که کار سیاه میکردگی و همین کار وزمین میکردگی اینو هیچ کنه نمیکشوین. بعد میوین در مشکلی میزنن. اینو عیب خودی خلق است. برای چی؟ برای که خلق ما در رقص داده شدگی هستند، در سرود داده شدگی هستند. همین دودرچه را دستگیری کنین میگه ابونه شوین 300 400 هزار آدم ابونه شدگی در کامنتش خدا خواهد دودرچه ارتیست زور میشوه. مایل خدا تیا دودرچه ارتیست زور شوه. یکی ترا فرزندت کی میشوه؟ ترا فرزندت مردی کار بود در دودرچه پول میگذرونه لایک خطی. یعنی که این مشکلی ها هست. اما میگوی برای مردم، میگوی که ای مردم، ای برادر، ای هموطن، خودت حمایه میکنی، ترا هیچ که حمایه نمیکنه. و ما دیده ایستادیم صدهای انسان را هیچ که او را حمایه نکرده ایستاده. امروز وطنم، خونتم، مادرتم، پدرتم، خواهرتم، عائلتم خودت حمایه میکنی. چی توصیه میتین؟ چی میگوین این مسئله؟ در این مسئله من تنها دیگر کم گپا گفتگی هستم. واقعا هم شما گفتین همشه در اینجا که تمام قانون ها را گویم که اینو تجاوز کرده گیان. پس از اونا انگوش نشان میتین ما را که ما جنایتکار رو قانون های تاجیکستان ما ویران کرده ایستاده ایم و خودشون ویران کرده در کلای ما بار کرده ایستاده. تروریست، اکستریمیست و غیره ها گفت. من روزی ما یک برای همونا پیغام دارم، همون انسانایی که عیناً همین کارو قد سر کار دارن که آیا همون خودی همونا تیار باشن که فردا همین جواب ها به سر مادر خودشون بیاید. یعنی اون جنایت هایی که او کردن، اون سلاح های گرفتن بدخشان در آمدن قتل کردن، اون کارهایی که کردن اون کارهایی که کردن این مادرها را بردن، خواهرها را بردن، به زندان کشیده ایستادن، از پیش خود تروریست اکستریمیست شده ایستادن. یعنی همه همینو یگان تا اینا با مطابق قانون کار نکردن، همه یا جنایت کردن. تیار هستن همونا که در جای جنایتی همین فرزندش ما اوچش بیاریم بگیم که بچه جنایت کار بود. در همین گویم که کار تیار هستن. سوال با همون امنیتی ها اینا خیال میکنن که ما به طرف میمونیم یا که پشت پرده میمونیم. اولین کار میکنه فرمانده هاشون میفروشن یورا کی ها بودن چی کارو میکردن. خیلی همینا تیار هستن که مادر خودشونه همین کار کنیم، خواهر خودشونه ما بریم بعد همین کار کنیم. بله. خیلی پریویات میشه برای همون. ما از نگاه من ما همون طرفی کره رفته ایستادیم. چکلی که در کره اگر یک انسان جنایت کنه 7 پشتی او را بگیم که در داخل زندان، یعنی 7 اولاد شه طرف اوچگی شه داخل زندان میکنن لاگر. یعنی ما آیسته آیسته طرف همون عیناً استیل کره رفته ایستادیم. اگر امروز مردم بیدار شوند، امروز اگر مردم پیش راهی را نگیره، ما شاید که بعد از 10 سال بعدا گیم که عیناً همون کره شویم. هر یک انسانی که در خارج گپ میزنه 7 پشتی او را در تاجیکستان میبرن در داخل زندان میکنن چی که شما را خشاتون گویم که تروریست هستید. یعنی که ما هم که گفتنی دارم دیگر قضاوت در دست مردم است. یا که مردم رقص کرده دلشون خالی کرده جمونده موسیقی را گوش کرده غلام شده میگردن، یا که میخیزن بگیم که زندگیشون خوب میکنن، خودشون کمتر ای رقص بازی و بگیم که از همین چیزا خودشون کمتر میکنن و رو به کانستیتوسیون خوندن و رو به طلب کردن میورن. و نخیل جایهایی بگیم که لازمی که از حقوق آینده او دفاع میکنن و از او جهت پیشت کرده اومده در اینجا پیشت میکنه که برای که او رقص جموندن این دودرچه را دستگیری کردن آینده این انسان آینده 9 میلیون یگان گرم خوب نمیکنه. 30 سال امام علی قطی اولادش دیگر رقصا و ارتیساش رقصیدن، تاجیکستان یک قدم پیش نرفت. با رقص زندگی یگان انسان خوب نمیشه. با موسیقی گوش کردن همون اسنونای
حاضر سرودی اوچا غریبی اوتا مدش دیگر ای اوچا جان ما دا غریبی زدم اینم تری سرودا مدشیده این رو او چی با تو در غریبی زدی برای که تو اول انمی سرودا را گوش کده غریب شدی اگر تو طرفی حقوقی میرفتی اونمو تو غریب نمیشیدی سرودی اوچای ما غریب شدیم هم نمیخوان 100% درست گفتید. اینا ببین که در همین حوزه برنامه‌ای که تشکیل کردن همگی 379 کس تماشا کرده است. اینم یکی از بسیار تماشا کرده است. برنامه‌های من رو کم تماشا میکنن. زیرا با عموما دخالت ندارد. گفته شما راست. سرود، رقص، که این مردم ما از همین سرود رقص خسته میشده باشه. که این مردم ما از همین نمیتوا ما از این گفت ما بسیار فرهنگ دوستیم نه بسیار آرتیست دوستیم رقص دوستیم برای همون نمیشیم از این چیز خسته نمیشیم در درنی واگن رولتون میخره برای که این هفته باز هم همون یک غوسک از گودکار همه بروراکو این هفته روزی چهارشنبه برنامه داره در اوچش پول روی نمیکنه رفته اینترنت میخره خودش رولتون میخره نه که باید روزی چهارشنبه برنامه همون را تماشا کنه لایک بمونه آخی کامنتاش هم میخونی انم دیگر میگوی آخی برای تاجیکستان هم میگوی که اینمی های دیگر هیچی نیست میگوی اینو ببینین که اکمال این رو ببینین که در همین مسئله های حوزه مسئله برداشت دوغ جامعه است در حقیقت گیری آور است در حقیقت علم آور است هر چی شدنش ممکن یگان بلوگرایی که شما گفته استودین دیگر همون او چت هم دیگر میکنن خپن خاموشن او نمیگن دیگر خورا او را برای پول یوتیوب در کارای او برای چی برای پول یوتیوب میبرویم همونجا کار میکنن او برای ملت نه مردم کرده باشن او هم خیر میکدگیاش هم ای ملت جمع کرده برده 50 سمش خیر کرده 50 سمش در کیسش این دروغه ای درد ملت یگان انسان گپ نمیزنه همین 4 تا بیچاره که اپوزیسیا بر اومده است گپ زده است گویم که خانگیاشون و دیگراشون کشوکش کرده برده کنج زندان کرده ایستاده است ما کره دشیده ایستادیم امروز در عموما باز یک کره دیگه پیدا شده ایستاده است در خریطه روی زمین اما مردم ما رقص کرده گشته است نخواد انسانی رول تون بخره سرود گوش کنه رقص کنه کیف کنه ایمو میگه کیف کردم نه که گوش کردم گنده سرودی غریبی را زور خونده و برای چی تو غریبی ایش واجنا نیست که برای چی غریب است برای که این خوب خونده است برای همون از او بلوگرها هم چی و فقط هم پول کار کردن کاری زور است او یک تا ویدیو را میکنه 1,800,000 700,000 پراسموتر میگیره پول کار میکنه 700-800 دلار میزنه در کیسه یا نوارش گشته ایستاده درآمدی به درد میون یک گودک آورده است اونجا میخونونه گودک او بگیریم بچه‌ها دستگیری کنه 10 تا سرود میکنه یک قیمت پول کار میکنه در گودک 300-400 دلار صرفش میکنه اون دیگه 800 از 1,500 2000 ماهانه در کیسه میزنه 3-4,000 دلار میگرده درآمدی خوب و مردم طلبات داره همین چیز اگر مردم ات پیشت سکنه نمیره نمیکنه همون کاره یگان گودک همون دستگیری نمیکنه یگان گودک دم ایکسای خودش یکی راست خود نمیکنه آرتیست کردنده خلاص اینم پروستا اینمی راه قاطی پول کار کرده ایستادن یا که تجربه اومده لواش هم خل دم کردگی شپریس قاطی روغن زده است لوا ورم کردگی گفت هم گپو میگه کی تای کدام نوت میخونی میگه ای من نمیدونم میرا زنکای میگه چه خلت نمیدونی میگه بچه‌ها میگن نمیتاری بخون در استودیو من خونده استم میگم تری او انسان تصور نداره موسیقی چی است آهنگ چی است تنالنس چی است نوتا چی است ژانر میگه کدام ژانر میخونی شما میگه ژانرش چیه این میگه تر سوال نته من ایزو میکشم نمیدونه چی خونده است ای کجا خونده است پروست برای لاوش خشروای پرچوسکش کردیان سوم دوره اومده است یاد سوم دو دست کلیپ کرده است خچ ما در تاجیکستان فرهنگ مدنیت هم نداره قانون هم نداره و یگان شعر سرود اعضای کمیسی هم نداره نمیگذرم کلیپ هم برنامه هم هیچی نمیگذره فقط امروز من دیدم همو مینیستری همو رئیسی چی را کمیته تلویزیون او نامش چی بود یک دلبایوب شو حیوانوف بود یک کس اوزی شید که ای وزیر معارف اومد نامش یادم برآمد میگه که ما سرحد
در تلویزیون نمیمونیم نشون نمیدیم مشکلات سرحده. ما مشکلای میگه بدخشان در تلویزیون نشون نمیدیم برای که انگیزه سیاسی داره در دولتداری ما خلل میرسونه. مرحمت کنید بفرمایید. یعنی که تلویزیون آزاد نیست؟ اجازت نمیده میگه ما مشکلی سرحد در تلویزیون نشون بدیم. ما اجازت نمیدیم برای که میگه این در دولتداری ما خلل میرسونه. یعنی که رقم بوزی سرود دیگه چرا اجازت میدن؟ این چی خبرهای مهم اجازت نیست؟ نیست. مثال این قبر خمو کمتر از دو رفتیم به فکر مو اجازت نیست. بله تلویزیون باید واقعا هم کمیسیون ها دوره و غیره ها دوره. سرودو از گویم که از باید گذره، آهنگا باید گذره و مینوت سرود اگر که یک چند سکوند اگر زیاد باشه او سرود قبول نمیکنن. یا که بگیم که کلیپ کردن سناریوها باید بگذره، چیا میشه و کلیپ ها آماده میشوند، پیشنهاد میشه. در وقتی سیوس تو از مسکو اگر که او سرود نمیگذاشت سراینده خونده نمیتونی. یعنی از اوکی مسکو سرود میمونیم چیکار کنیم؟ این مسئله وایه در این مسئله تنها همین مردم است. تنها این مردم است. اگر مردم آزادی خواهند پس شروع میکنن طرف قانونی را بگیم از لحاظ قانون طلب کردن. اگر که کم ترک دیگه مونده است، کم ترک اوجه شروع شدگی است که اوچاشون و خواهر اپاشون برده زندان کردن، اوجه شروع شدگی است. همین کمی دیگه مونه ما با یک کره دیگر در روی خریطه زمین تاجیکستان تبدیل میشه به کره دو. خلاص دیگر چیزی نمونده است. امروز تمام کوشش کرده ایستادن که تو که همین مردمه، ولی امروز پگه از تاجیکستان برای برآمدن اجازت نامه میگیری برای برآمدن در تاجیکستان یا که اوچتا یا اوتتا زالاژنیک میمونی در اوجا امضا میکنن که در حالت تو اگر که ما فیراد کردیم نیومدی این اوچت زندان میشوه. با همین امضا از تاجیکستان میبروی. کاری غلامی رفتنده در حکومت دفترها در کاغذها امضا میکنی که من غلامی رفته ایستادم، اگر در حالتی که من برنگشتم شما سوراخ کردین، هر گاهی که خواستین شما وقتی که مرا طلب کردین من برنگشتم شما اوتو چای مرا فرزندی مرا زنی مرا زندان کنین. در نمخه چی امضا کدق بعد غلامی میره. صداتون قطع شد. هر وقتی اگر فیش بگن مثل کنی میره پیش او. یعنی این همی حالت دومدگی است. باقی سلامت باشه. فکر کنم وقتی شد هم نگیره عظیم هم مستنی دوره. انا بارول با او مادر نه تنها مادری او است بلکه مادر همه فرزندی تاجیکستان است. امروز مادر بگیم که او برادر زندان شدگی نیست بلکه مادر همه تاجیکستانی ها زنده شدگی است، زندان شدگی است. برای اون که وقتی که ما میگیم مادر تاجیکستان مادر ما هست، مادرای سرزمین مادرای ما هستند همش، پس امروز مادر همه تاجیکستانی زیر تجاوز، زیر تحقیر، زیر گویم که چیزی زندانی امام علی مونده ایستاده است که 6 روز بدرک بعد از او با تروریست اکستریمیست زدن. امروز مادر همه تاجیکستانی را تروریست زد. اگر که هر یک انسان خود تاجیکستانی بگه که مادر تاجیکستانی مادر ما است، پس امروز مادر همه را تروریست زدن. امروز مادرامون عنوان تروریستی را گرفت. امروز تحقیر مادر همه تاجیکستانی شد. کدامی که دیگر چخیل قبول میکنه و خیل قبول کنه. سلامت باشه. خدا نگهبان. تشکر که درک کردین. سلامت باشه. خدا نگهبان. خدا نگهبان باشه.